Yoksa mı? Ha?
شدم زارت به دیدارت، بیا یک بار پدر جانم، پدر جانم. ندیدم آن دروغ سارت، بیا یک بار پدر جانم. گلی ریحان به دست آرمی، پدرا من نمی‌یابم. چنم گویم قرارم نیست، روم گویم مدارم نیست. گلی ریحان به دست آرمی، پدرا من نمی‌یابم. دل و جانم فدایت یا محمد، دل و جانم فدایت یا محمد. سری من خاک راحت یا محمد. گذشتی از پدر از مادری خود، برای او متاند یا محمد. بهر اومد بسیار رنجها کشیدی، ملامتها ز کافرها شنیدی. ما رفتیم باغ جنت به دیدنی محمد، ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. دردم سلامی بیعه برای پاک احمد، نامش چی خوش محمد، صلوات بر محمد. نامش چی خود محمد، صلوات بر محمد. مسکری گناهی هرچند که عذر خواهی، مستدرکی گناهی هرچند که عذر خواهی. پژمرده شد گیاهی بارانی ما محمد، پژمرده شد گیاهی بارانی ما محمد. صلوات بر محمد، الله بر محمد. رسید دعا به سوی خداوندی تبارک، بگویم از دل و جان
دورینیشان مبارک، در آسمان فرشته، مهرج بجان فرشته، در آسمان فرشته، مهرج بجان فرشته، در طاق عرش نوشته یا مصطفی محمد، در طاق عرش نوشته یا مصطفی محمد، صلی علی محمد یا مصطفی محمد. در مکه بود مقامت، بالای عرش و نامت، در مکه بود مقامت، بالای عرش و نامت. هر میگوید سلامت یا مصطفی محمد، حق میگوید سلامت یا مصطفی محمد. در باغ و بستان، در کوه و در بیابان، میگویم از دل و جان صلوات بر محمد، میگویم از دل و جان صلوات بر محمد. با سینه های سوزان، با دیده های گریان، میگویم از دل و جان صلوات بر محمد، میگویم از دل و جان صلوات بر محمد. لحظه عزیزان بگوییم از دل و جان صلوات بر محمد، صلوات بر محمد، صلی علی محمد، صلوات بر محمد. ایا مادر شنیدم پیر گشتی، ز تقدیر بدم دلگیر گشتی. مرا تقدیر بیرون از وطن کرد، تو هم بیماری این تقدیر گشتی. دور از وطن و مادر تو را یاد کنم، بر عمر گذشته خود فریاد کنم. عمرم گذشت مادر در بی وطنی، آیم به وطن دلی تو را شاد کنم. پدر دریا است مادر آبیان است، پدر دنیا است مادر زیبایی آن است. پدر کوه است مادر قله آن است، پدر خورشید است مادر نوری آن است.
ایا مادر به قربان تو میرم، چه مهری مهری پیمان تو میرم. جهان پر مکر و دستان است بگذار، که من در روی دستان تو میرم، که من در روی دستان تو میرم. سحر بدی نمازی بام دادم، و درگاه خدا زاری نمودم. خداوندا نگه دار مادرم را، همین از آرزو و امیدم. نگیرد هیچ شخص جای مادر، زی هر زیبایی ها. اگر یک خنده یاد بینم، شود صد در تسکینم. دیگر بر خنده های تو دلم بوم میزند مادر. دیگر بر خنده های تو دلم بوم میزند مادر. مادر خاکی وطن اینم، قدقدی زرافشان گذر میکردم و دخترانی خون قدر میکردم. دخترانی خوش قدر نظر کرده روانی فرشته ایمان کی است؟ فرشته مادر است. مادر جان ای مادر جان، ای مادر جون هستی چراغی خونم، در زیر قدم های تو من سرمونم. وقتی که اگر دعای نیکم نکنی وای، در پست و بلند زندگی درمونم. وقتی که اگر دعای نیکم نکنی وای، در پست و بلند زندگی درمونم. ای مادری جان، ای مادری جان، ای مادری جان زار و پریشونم من. سودای سرم چی شد نمیدونم من. ای مادری جان زار و پریشونم من. سودای سرم چی شد نمیدونم من. من دلبری همسایه بالا دادی، دانه همسایه پایونم من. تو دلبری همسایه بالا دادی، دلداده همسایه پایونم من. ای مادری جون، ای مادری جون، ای مادری جان زار و پریشونم من. سودای سرم چی شد نمیدونم من. ای مادری جان زار و پریشونم من. تو دلبری همسایه بالا دادی وای، دلداده همسایه پایونم من.
ای مادری جان، ای مادری جان، ای مادری جان، تو زنی دستت بمرم، چشمت برهم زیبی نشستت بمرم. ای مادری جان، تو زنی دستت بمرم، چشمت برهم زیبی نشستت بمرم. در قامتی مجمع بدودی هر سال، دست و دل دو ما پرستت بمرم. در قامتی مجمع بدودی هر سال، دست و دل دو ما پرستت بمرم. ای مادری جان، ای مادری جان. بعضی برادرها سوال کردن که بابایشان آیا بعضی ها به نام ذکر خدا را یاد میکنن و لفظای خودشان که یا هو یا من هو یا هو، آیا همه ذکر است؟ نه برادران ارجمند، مردم زیبای تاجیک، الله سبحانه و تعالی ما پیشترم برای شما گفتم که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه و تعالی نامهای زیبا دارد، به نام زیباها، به نامهای زیبا الله را یاد کنید. ای یا هو یا من هو از جمله یگان ذکرم نیست، گناه میگیری و ثواب نمیگیری، این بدعت است. الله او نام ندارد، یعنی نامهای الله را ما برای شما در برآمده پیشتر گفته بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران مسلمانی همشهریامون از دور و نزدیک سوال کردند که بابایشان آیا پدر و مادر فرزند را از سن چند سالگی امر به طاعت و به نماز بکند، از کدام وقت شروع بکند برای تربیت؟ من برای شما حدیثی که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امر کرده است که و قال نبی صلی الله علیه و سلم موروا صبیانکم بالصلاة اذا كانوا 7 واضربوهم عليها اذا كانوا 10 وفرقوا في مضاجعهم. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که ای پدر و مادران، فرزنداتون سن 7 سالگی در آمدن، اونها را امر به نماز بکنید و در سن 10 سالگی حتما ادبشو نشان بدهید که نماز بخوانند، یعنی به آدابی را بس کنند. و در سن 10 سالگی پسر را از دختر در یعنی خانه های خواب جدا کنید، یعنی دختر و پسر 10 ساله باشند، یعنی دختر در خانه علایده خواب کند، پسر در خانه علایده خواب کند. برای چه اکثر فسادی که امروز در تاجیکستان ما پیدا می شود، حتی نعوذ بالله خدا روز نکند، بعضی آوازه ها میان بچه‌ها میگن که فلان برادر با اپش همخوابگی کرده است. نعوذ بالله. این از روی چی است؟ از روی بی اهمیتی پدر و مادر که حتی مردم تاجیکستان ما دخترش تا شوهر دادن در پیش خودش خواب میکنند. این خلاف شرعی یعنی زیبا است. برای این سبب دخترها را علایده خواب کنید. و از شما خواهش میکنم پدر و مادران عزیز، دختر و کیلوناتون تلفناشون را بگیرید، تلفن بازی نکنن. اکثر جداگی امروز جوان پسرها از زنهاشون از روی تلفن از قدیم مردهای بیگانه گپ میزنند، زندگیشان تباه میشه. از همین لحاظ ای پدر و مادر احتیاط باشید، دخترای مکتب خانه تلفن ندهید و کیلونای جوانتان از دستشون تلفناشون را بگیرید. حتی قومای عزیز، همدیاران عزیز، اکثر مادران امروز شکایت میگن که فرزندامون ما را به احترامی میکنن. حتی بعضی فرزندای ناخلف به سوی مادر دست میبردارن. برای امروز دعا میکنم خداوند دستی همین خیل فرزندی که به سوی مادر دست میبره، خداوند دست خشک بگردان که مادر عذاب اذیت ندهند. این همش از روی چی است؟ از روی بی اخلاقی جوانای تاجیک که امروز نشه میزنن، عرق می نوشن، آمده در خانهشان طرف پدر و مادرشان داد میزنن. خدا مردم ما جوانای ما را هدایت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی برادران سوال کردن که بابایشان آیا در روز جمعه تبریک کردن یکدیگر را درست است یا نیست. من برای شما حدیثی که ابن ماجه به اسناد حسن روایت کرده است، در ترغیب و ترهیب هم آمدگی است. خب عن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الجمعة فليغتسل
و این کان طیب فلیمس منه و علیکم بالسواک. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتند امروز جمعه روز عید است. الله سبحانه و تعالی این عید برای مسلمان ها گردانده است. هر کسی که جمعه بیاد پیش جمعه آمدن آبوزی بکند، سر دهش غسل کند، اگر خوشبویی باشد در بدنش خوشبویی بزند و دنداناش مسواک کند و به زبنای پست بشود. خب روز عید است، لیکن بعضی علما میگن که کسی تبریک است شما هم تبریک کنید، لیکن من میگم که به همین حدیث درست است که یکدیگر را تبریک کنند. روز عید است. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران ارجمند و زیبای جوانان تاجی سوال کردند که بابای ایشان بعضی انسان‌ها در بدنشان آذخ میبراید و در تاجیکستان ما مزارع آذخ مشهور است. آیا جایز است که رفته از خاک همون یعنی مزار در آذخامون بشکیم؟ آیا نادرست است؟ قومای عزیز، من برای شما حدیثی که در امام بخاری آمدگی است، پیغمبر علیه السلام میگوید که اگر در بدن شما آذخ باشد یا که یگان کسلی دیگری باشد، همین در توف کرده در خاک رحم که باشد همین دعا را بخوانید: بسم الله تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. همین دعا را بخوانید. از خاک رحم که باشد یعنی در همون آذخ یا که در همون یاره که دارید بشکید، الله سبحانه و تعالی شفا میده. لیکن خدا رسوا کند بعضی مردم قلب پرست کرده مزارها. یعنی بعضی برادرها سوال کرد، در همین جواب میگم شما بدونید که مرده ها نمیشتوند و جواب میتوانند. این دروغ است که خاک مزار برای شما شفا داد. در مذهب امام رحمت الله علیه خاک خوردن حرام است. از شما خواهش میکنم که خدا پرستید و قلب پرست و پیر پرست نشوید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی مادرها سوال کردند که بابایشان آیا ما میتوانیم که کارهای شریعت را به اجازه شوهر ادا بکنیم؟ مادر و خواهران عزیز، برای شما یک چیز لازم است: روزه نفلی به اجازه شوهر گرفتن جایز نیست اگر شوهر در خانه باشد. لکن روزه فرضی، حج فرضی اگر شما بای باشید، اگر شوهرتون هم شما را مکنه، شما میتوانید قطعی اکو دادتان حج رفته بتونید و روزه نفلی را گرفته بتونید. حتی بعضی شوهرها میگن که زناشون که شما موی سر تلیش کن، بیرومال بگر، اطاعتشون نکنید. این یعنی سر پوشاندن فرض امر الهی است. هر چی که فرض است یعنی شوهرم نخواهد شما بکنید، ثواب میگیرید. از همین لحاظ خداوند شما را برکت دهد که در اطاعت الله باشید، شوهراتون را دوست بدارید، اطاعت کنید. روزه نفلی شوهراتون در خانه باشه جایز نیست. و بعضی مادران میگن که ما ختم میکنیم به ارواح پیغمبر علیه السلام میبخشیم. ما برای شما چی میگم؟ پیغمبر علیه السلام جسد زیباش در مدینه منوره خواب است، روح مطهر زیباش در جنت المعلا است. یعنی ما در نزد الله است. ما برای خودمان طاعت بکنیم. ما برای یعنی بعضی ها تحفه رسول میخوانند، نمازا نیست، خیلی نعوذ بالله در شریعت خیلی نماز نیست و این ختم برای خطاب بکنید. مادر و خواهران عزیز، خواب برای دیگر هیچ کس نکنید. بعضی ها برای دیگر کسا میکنند. هر کس برای خودش طاعت بکند، خالص برای الله فایده دارد. پیغمبر علیه السلام معصوم است، محتاج طاعت ما و شما نیست. و پیغمبر صلوات زیاد بفرستیم، ان شاء الله از شفاعتش در روز قیامت ما و شما را نصیب میگرداند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی زندانیان مهاجری ما که در شهرهای دور در زندان، خداوند از محبوس آنها را آزاد کنند و نزد پدر و مادر فرزنداشان ساق سلامت بیان. خداوند همه مسلمانانی که در محبس هستند خداوند آنها را آزاد بسازد و دعا میکنیم خداوند که مثل جمهوری تاجیکستان ما که یک سال پس و هر دایم الحمدلله پادشاه ما عفو میدهد، خداوند دیگه مردم عفو بدهد که مردم به خانه هاش بیایند. و او برادری که سوال کرده است که یک برادران ما را پول جمع کرده برای افطار ماه مبارک رمضان روان کرد، ما افطار دادیم، بعضی سومش باقی مانده است. آیا برای برآمدن خودم استفاده برام درست است؟ بله بچم درست است. بوده کسی پول در کار باشد برآمده همین هم صدقات است. خداوند همون سخاوتمندان را در پولشان و در ماشان برکت همین سخاوت است، هیچ جای گناهی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران ارجمندی و جوانان زیبای تاجیک سوال کردند که بابایشان ما زن داریم، آیا زنا کنیم؟ آیا طلاق میشد؟ نکاح ما بریده میشه یا نه؟ جوانان عزیز، اول از پروردگار
مهربان طلب میکنم خداوند ما و شما را پاک بگرداند و ما و شما را از زنا، پروردگار جوانای تاجیک از زنا کردن باز بدارد و دخترای زیبای تاجیکستان از تن فروشی باز بدارد. و بعدا درباره سوالی که کدام انسانی که زن دارد زنا کند آیا نکاش بریده می شود؟ نه بچه جان، این گفت است که بعضی ملاها میشه دروغ میگوید او بیچاره از کاران کبیره است. بچه جان باز استید هر کسی که نعوذ بالله زن دو مشید نگیره کرد و یک نمیشنش طلاق نمی شود توبه کند از این گناه باز بگردد. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی برادران ارجمند سوال کردند که بابایشان در کدام است دو روز عید، روز عید رمضان و عید روز بعد است. روز جمعه تنها روزه گرفتن درست نیست، روز درست است. روزه همیشگی نباشد. پانجاکن افیسیال سلام علیکم. و علیکم سلام پانجاکن. اویلوی در آلمان، روزتون بخیر شادی باشه، سلامت باشه اپا جان، روز شما هم همچنین. اویلوی در آلمان، ماشاءالله بهترین سخن ها، زنده باشین اپا جان. بله بچم درست است. بوده کسی پول در کار باشد برآمده هم صدقات است. و در کدام روزهای نفلی ناجایز است. برادران ارجمند برای شما بیان میکنم که روزهایی که شریعت منع کرده است دو روز عید، روز عید رمضان و عید قربان و ایام تشریق، بعد روزی بعد تا روزه گرفتن درست نیست. روز شنبه تنها گرفتن بغیر فرض جایز نیست. یعنی روزه همیشگی که در بینش افطار نباشد این هم درست نیست. روزه خواب. لکن اگر کسی پرسد که روزه دوشنبه پنجشنبه چی ثواب دارد، ابی قتاده رضی الله عنه میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیده شد از صوم روز دوشنبه، گفت ذاک یوم ولید، این روز دوشنبه ما در این روز تولد شده هستم و یوم یوبع و یوم بعثت، در همین روز ما پیغمبر شدگی هستم، او انزل علیه، یا که در همین روز الله سبحانه و تعالی مرا به پیغمبری چکار کرده، یعنی اختیار. یا که ابی هریره رضی الله تعالی میگه که و عن ابی هریره رضی الله عنه رسول الله در نزد الله نامه اعمال بندگاش در روز دوشنبه و پنجشنبه پیشنهاد کرده و انا صائم. پیغمبر علیه السلام میگه من دوست میدارم اینکه در نزد الله نامه مرا پیشنهاد کنن من روزدار باشم. برای می خاطر روز دوشنبه پنجشنبه بسیار ثوابی بزرگ دارد، لکن نیتش اما اوز خستی خود در رمضان خود در غیر رمضان نیت در زبان یگان نیت اعتبار نداره، نه در نماز نه در روزه. این اعمال و بنیاد هرچی وابسته شریعت وابسته به قصد دل است، به زبان یگان اهمیت نداره. اما اوسری که خستی همون نیت است. السلام علیکم و رحمت الله. خب الرحمن الرحیم. بعضی برادران سوال کردن که بابایشون در 4 رکعت سنت آیا زمی سوره کردن میشد یا نه؟ بله، در هر 4 رکعت سنت
خب خوبش که 2 رکعتی خواندن سنت. پیغمبر علیه السلام میگوید که صلات اللیل و النهار مثنا مثنا، یعنی سنت های روز و شب نمازهای نافله 2 رکعت 4 رکعت خواندن درست، لکن ثواب 2 رکعت ثوابش از او 4 رکعت یک جوید خوبتر است. لکن در هر رکعتش بعد سوره فاتحه زمی سوره بکنید. کسی که از رکوع میخیزد خود تنها گذار باشد، خود از کفای امام باشد. У Динары сегодня день гонорара. Ждут Динару моря, но на проводе мама в разгаре. شما با این نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. وقتی نماز خوان پیغمبری خدا میگوید بالای گوشه زمین می ایستد و نیت میکند برای ادا کردن نماز. وای همچنان از گو پیغمبر که دروازه پروردگار را میزند. وقتی دروازه پروردگار که زده شد، این معروف و مشهور است که هر دری که کوفته شود البته گشاده می شود. نماز خود دروازه پروردگار را تق تق دارید. روز از روزها این نماز شما اون دروازه را گشاده می کند. خوش به حال اون بنده ای که دروازه پروردگار برای او گشاده می شود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. پیغمبر خدا میگوید ای بندگان خدا، روز قیامت وقتی که شما زنده گردانیده می شوید، اول ما یحاسب به العبد، اولین محاسبه شما، اولین حسابات عمر شما از نماز سر می شود. از بنده پرسیده می شود آیا نماز در دنیا خواندی؟ فإن صلحت، پیغمبر خدا میگوید وقتی که اگر نمازهای شما با صلاحیت باشد، یعنی نماز باشد که تو از ذوق خوانده باشی، از شوق خوانده باشی، نماز باشد که از برای خدا خوانده باشی، فقد افلح و انجح. پیغمبر خدا گفت که این انسان وقتی که از حساب نماز که اگر نجات یافت، دیگر آینده حسابات این بنده نیک می شود، آسان می شود. ولکن در دوام حدیث پیغمبر گفتند، اگر گفتند و این فسدت، اگر نماز باشد که نه برای خدا باشد، نماز باشد که تا که مسجد روم برای وقتی خدمت گذرانیدن، یا رفتن نماز خوانم تا که مردم مرا گوید که نماز خوان، یا در بین مسلمان ها در آیم و نگاه کنم که کنی اون داملا چی میگوید، رفته در اداره های دخلدار خبر دهم و روم سیاه کنم در دنیا و در قیامت که هر روز از این مسجد ما هر سخنها میبرند، هر روز. آن که الحمدلله اگر این سخنهای ما را حقانی شبوده رسانند، برای ما مکافات میدهد حکومت. لیکن صد افسوس از حسد و از بخل بیچاره ها ترکیده ایستادند. اگر با این نیت آمده باشد، پیغمبر گفتند خاب و خسر، ناامید شد و ذلیل شد و خار شد. نماز این هدیه معراج است.
نمازی که پیغمبر بهر ما و شما آورد این از معراج آورد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سوره اسراء. پاک و منزه و بی‌عیب است آن پروردگاری که سیر داد بنده خودش را یعنی محمد را لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، از قسم شب از خانه هانی از مسجد حرام از مسجد مکه مکرمه و مسجد اقصا و فلسطین برد. چه مبارک پیغمبر نصیب ما و شماست که این گونه سیری که با این گونه بنده خود خداوند کرده است به هیچ پیغمبری نکرده است. شب برنشست از فلک در گذشت، شب برنشست از فلک در گذشت و تمکین و جا از ملک در گذشت. در یک شب نشستگی پیغمبر تمام فلک های دنیا را گذشت. تمام این 7 طبقه آسمان و زمین پیغمبر. И я дома. И это моя бесплатная доставка Sunlight. Роскошный پیغمبر خدا گذشت رفت با تمکین و جا از ملک در گذشت. ملائکه مقرب ترین درگاه الهی حضرت جبرائیل آن موضعی که محمد صلی الله علیه و سلم طی کردن جبرائیل رفته نتوانست. حتی گفت لو تقدمت شبرا لاحترقت. محمد این جانبش حق توست، اگر من یک وجب پیش روم هر آینه این 600 بال من می سوزد. اون جانب حق توست. خداوند چگونه محمد را مکرم ساخت، چگونه امتی او را عزیز شمارید. سعدیه میگوید مگر آدمی نبودی که اسیری دیو ماندی، مگر آدمی نبودی که اسیری دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. ای انسان میگوید تو چی قدر داری، چی منزلت داری، که حتی که جایی که انسان رفت ملائک رفته نتوانست. جبرائیل با بالهای خود با این مقرب بودن خود جایی که انسان رفت، جایی که آدمیت رفت، اینها نتوانستن رفتن. چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ چی شد که تو پیرو شیطان شدی؟ چی شد که شیطان بالای تو مسلط شد، بالای تو ظفر یافت؟ مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت؟ حضرت میگوید طیران مرغ دیدی؟ ای انسانی که تو اینقدر بی عقل هستی، ای انسانی که اینقدر تو منزلت اختگم کردگی هستی، طیران مرغ دیدی، پریدن مرغ را دیدی و آرزو کردی که کاش که من هم مثل همین پرنده در هوا بپرم. طیران مرغ دیدی، تو ز پایبند شهوت بدرآی تا ببینی طیران آدمیت. ای انسان میگوید هم از شهوت خالی شو، هم راه های شیطان دور کن، تو هم به سوی پروردگار بنده صادق شو. نظر کن انسان چقدر پرواز میکند. لیکن هزار افسوس که امروز انسان است نامش، امت پیغمبر است. امروز امت پیغمبر الحال در بازار در دکانش نشسته است، حالا که خدا ندا دارد که به نماز جمعه بیاید، اینجا نجات است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم در خانه خواب است، و یادش نماز جمعه نمیزند. امروز امت محمد بیل در دستش در زمین کلند دارد، اینجا نماز جمعه سپری شده ایسان است. امروز امت محمد صلی الله علیه و سلم مزار حضرت سلطان می رود در روز جمعه، باز پیش من میاد دعاته
مزار حضرت سلطان برای تو امروز ضرور نیست. امروز برای تمام مردم مسلمان نماز جمعه ضرور است. تو در هر قدمی که به سوی حضرت سلطان میزنی تو گناهگار میشوی، تو ثواب نمیگیری. باز بیچاره جاهل و نافهم میگوید مرا گفتن روز جمعه زیارت وی ثواب است. این نماز هدیه معراج است. انس ابن مالک میگوید از پیغمبر خدا که ففرض الله عز وجل على امتی 50 صلاة. پیغمبر خدا گفته بود است که در شب معراج وقتی که من نزد پروردگار خود رفتم و با پروردگار خود وقتی ملاقات کردم، خداوند بالای من 50 وقت نماز را فرض گردانید. 50 وقت نماز هدیه داد. خداوند این 50 وقت نماز را در دست رسول اکرم داد که این برده بر امتانت میرسانی و 50 وقت نماز را در یک روز میخوانید. انس ابن مالک میگوید که پیغمبر دوام دادند این حدیث را گفتند فرجعت حتی مررت بموسی علیه السلام. وقتی این هدیه 50 وقت نماز را گرفتم از نزد خدا، پس از نزد پروردگار خود بیرون شدم، آمدم از نزد حضرت ابراهیم گذشتم، در طبق پایانگی که حضرت موسی بود به نزد حضرت موسی رسیدم. حضرت موسی کلیم پروردگار از محمد سوال کرد ما فرض الله لك على امتك. خداوند بر تو چی هدیه داد؟ گفتم 50 وقت نماز. حضرت موسی که پیغمبر خدا گفته است ای امتی من دائم دعاگوی حضرت موسی باشید که یگانه پیغمبری که در شب معراج مرا یاردم کرد این موسی بود. حضرت موسی چی گفت؟ Завтра Абай день рождения Акалай. فرجع الى ربك یا محمد فإن امتك لا تطيق ذلك. محمد صلی الله علیه و سلم اولا خوش آمدی. این بهترین سفری هست که خدا بر تو نصیب گردانیده است، لیکن من بر تو نصیحت میکنم که پس گرد نزد پروردگار. 50 وقت نماز این خیلی زیاد است. امتی تو طاقت 50 وقت نماز ندارد. پس بگرد. فرجعت فوضع عنی شطرها. پیغمبر خدا میگوید وقتی موسی که این سخن گفت من هم 50 وقت نماز داشتم، نزد بنی اسرائیل پیشنهاد کردم، امتان من عاجز آمدند، همه گناهگار شدند. از این خاطر از تو برادر محمد طلب میکنم نزد خدای خود برو و این نماز را بگو که به کم عددش کم کند، زیرا امتی تو طاقت ادایی ندارد. رسول اکرم میگوید گشته آمدم نزد پروردگار، زاره و تولا کردم، خداوند از من 5 وقت نماز را بخشید، در بعض روایت 10 وقت نماز را بخشید. فرجعت بذلك قلت یا موسی وضع عنی شطرها. آمدم نزد حضرت موسی گفتم موسی برادر خداوند از من 5 وقت نماز را گذشت و 45 رسانید. حضرت موسی چی گفتند؟ ارجع الی ربی فاسأله التخفیف. محمد صلی الله علیه و سلم باز پس گرد زیرا که 45 وقت نمازم این نماز زائد است، از پروردگار تخفیف طلب کن، سبکی طلب کن، باز کم کنه. پیغمبر خدا میگوید بازگشتم نزد پروردگار خود
فلم ازل ارجع بین رب تبارک و تعال و بین موسی علیه السلام. پیغمبر میگوید که من بین موسی و بین پروردگار خود 9 بار نزد خدا رفته آمدم. 9 بار برای همین امت، تا که امتی من گناهکار نشود، تا که امتی من شرمسار در روز قیامت نشود. نزد خدای خود میرم، زاره میکنم، تولا میکنم. آمدم گفتم موسی 5 وقت شد. حضرت موسی چی گفتند؟ محمد گفتند ارجع الی ربک فان امتک لا تطیقوا. محمد گفت من باز از تو خواهش میکنم، پس گر که امتی تو 5 وقت نمازم نمیخواند، پس بگرد. حضرت موسی با نور نبوت دانستند که امت پیغمبر، امت محمد 5 وقت نمازم طاقت ندارند. امروز برای ما و شما سخن حضرت موسی درسی تیار است. کنی خانه ای که خالی از بی نماز باشد، در هر خانه یک بی نماز یا 2 بی نماز یا زاید از این وجود دارد. کم از خانه ای که همه مکملا نمازخوان باشد، کم از این خانه. پس گرد گفت 5 وقت نمازم زاید است. رسول اکرم چی گفتند؟ استحییت منه. موسی گفتند گپی شما قبول، لیکن به عظمتی خدا قسم که دیگر شرم میدارم که از 5 وقتم این نماز کم کنم. خطاب آمد یا محمد انهن 5 صلوات لكل يوم وليلة لكل صلاة 10 فكذلك 50 صلاة. بگه صدای آمد که ای محمد حبیبی من، رو گفت پایان رو، دیگر پیش من نیا. این 5 وقت نمازی که بر ذمه تو ما فرض گردانیدیم، در یک شبانه روز تصور کن که در هر یک نمازش 10 نماز ثواب داده می شود و برابر می شود به همون 50 نمازی که من در اول در ذمه تو فرض گردانیدم. 5 وقت نماز کدام بنده ای که می خواند تصور کند که همون 50 وقت نمازی که هدیه‌ای که خداوند به پیغمبر داد، ثواب همون ما و شما نائل می شود. حضرت ابی ذر غفاری که یکی از صحابه های کرام بود، میگوید زمستان بود، میگوید بیرون خنک بود و فصل خزان ریز بود. با همراه پیغمبر خدا میگوید بیرون از خاندان شده و الورق یتحافت. نگاه میکردیم که برگ های درختها بر زمین افتیده ایستاده اند. نزد یک درخت رفتیم، فاخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتحافت. ابوذر غفاری میگوید پیغمبر خدا دست مبارک بلند کردند و یک شاخ درختی را کپیدند که ورقهای او، برگهای او همگی بر زمین ریخت. فقال یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول الله. میگد فریاد زد ای ابا ذر، ای ابو ذر، گفتم لبیک یا رسول الله. ان العبد المسلم لیصلی صلات يريد بها وجه الله فتحافت عنه ذنوبه كما تحافت هذا الورق عن هذه الشجره. پیغمبر خدا گفته بود است، ابوذر گفته است وقتی که بنده مسلمان طهارت میکند با مقصد که نماز من ادا کنم، فتحافت ذنوبه، گناههای وی میریزد
چگونه که این نوده درختی که من داشتم و همه او ریخت. وقتی بنده مسلمان اراده نماز میکند و با این نماز خود میخواهد که با خدای خود نزدیک شود، گناه های وی مثل همین برگ های درخت از وجود وی میریزد. شما با این 2 رکعت نمازی که الحال از فرض جمعه ادا میکنین با همراهی این 8 رکعت سنتی که ادا کردین، از روی این بشارت پیغمبری خدا در وجود شما دیگر گناه نمیماند. شما اگر در نماز دیگر تا نماز عصر اگر جان شما را اگر خداوند قبض کند، شما مثل همون فرزندی که از مادر تولد شده است مثل همون هستید. زیرا رسول اکرم میگوید که الصلوات الخمس والجموعة الى الجموعة والرمضان الى الرمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. پیغمبر خدا چی گفتند؟ از نماز تا نماز، نمازهای 5 وقته که داریم بامداد ادا کردیم تا نماز پیشین، نماز پیشین ادا کردیم تا نماز عصر. اگر در بین همین نمازها رسول اکرم میگوید یا از جمعه تا جمعه، شما جمعه را خواندین، جمعه گذشته را تا این جمعه، رمضان سال آینده را گرفتید تا این رمضانی که در ماه اکتبر می آید، هر گناهی که شما کرده باشین مکفرات، خداوند همه اینا چیکار کرد؟ نابود کرد. اذا اجتنبت الکبائر، اگر شما دیده و دانسته گناه کبیره نکرده باشید، گناه های کلان اگر دست با قصد نزده باشید، خداوند در بین این 5 وقت نماز Мировито, где безопасно оплачивают товары с доставкой прямо в приложении. در بین رمضان تا رمضان، در بین جمعه تا جمعه گناه های شما را خدا مغفرت میکرد. با احترام چی؟ با فضل چی؟ با فضل نماز. وقتی شما نماز میخوانید این گناه کرامات ها را خداوند بر شما نصیب میگرداند. میگوید یک اعرابی نزد رسول اکرم آمدن. اعرابی گفته یک آدم کوهستانی، یک آدمی که در کوه زندگی میکند، آمدن از پیغمبر خدا چی گفتند؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. پیغمبر خدا، من میخواهم از تو یک عمل را شنوم، یک عبادت را شنوم که اگر وی من انجام دهم دخلت الجنه، روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوم. کدام عمل است؟ پیغمبر خدا را نظر کنین، با این عملها اگر کدام ما و شما عمل کنیم، انشاءالله اون مکافاتی که پیغمبر با این اعرابی با این کوهستانی وعده کرد ما و شما هم نائل میشویم، یعنی وارد جنت میشویم. رسول اکرم گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. یکم گفتند ای کوهستانی، ای اعرابی، اگر تو خواهی که روز قیامت بی حساب و بی کتاب وارد جنت شوی، به خدا شرک نیار، به خدا شریک میار، مثل که نصرانی ها میارن، مثل که حضرت عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، مثل که مادر عیسی را در ذات خداوندی پیوست میکنن، که امروز اکثر امت پیغمبر ما و شما را میخواهند که با همین دین منسوخ شده، با این دینی که فعالیت او قطع شده است، ما و شما را به این دینی که عاقبتش خاری است دیگر نجات ندارد میخواهند که ما و شما را گمراه سازند. و خدا قسم، شما اگر از گرسنگی از دنیا وفات کرده گذرید، این برای شما شرف است از آن که به دین نصرانی شما میگذرید. شما در دنیا هم شرمنده هستین، در عاقبت هم شرمنده هستین وقتی شما در دین نصرانی داخل میشید. بی نهایت احتیاط کنین، علل خصوص همون میکرویون هایی که هستند. بی نهایت تبلیغشان زیاد است. برادرای عزیز فریفته نشوین. اگر توانستین از نزد دوام ایمان نیستن، اونا در نزد مسلمان قدر ندارن، اونها را می توانین به ضرب زدن و کفتن از همون محلتان دور کنید. اونا دین فروختگی هستند، اونا جاسوس های همون مردم یهود هستند. اونا را شما با طریق اولاد در هر یک
چپلاکی زدگی شما انشاءالله در نزد خدا هزارها ثواب شما صاحب میشوید. اونها را به گپ خوب هیچ وقت جواب ندهید. اون بدبختا حتی سوا حتی همین قدری سخن خوبم ندارن. У Динары сегодня день гонорара. Ждут Динару моря, но на проводе мама. В разгаре ремонт. Хорошо, что не надо куда-то бежать, чтобы в нужный момент родным помогать. Устанавливайте мобильное приложение «Золотая корона» и переводите деньги где угодно и когда угодно. Золотая корона. Ближе к тебе. رسول اکرم میگوید یکم چیزی که شما را فردای قیامت وارد جنت میکند این شریک آوردن در ذات خداوندی است. خداوند این بی شریک است، بی مثل است، بی مانند است، وای ذات ندارد. برای ما و شما این سوره اخلاصی که میخوانیم بر همه امتان من و تمام مردم روی دنیا بگو که هو الله احد، این خدای تو یکه است، یگانه است. این مادر ندارد، این فرزند ندارد، این زن ندارد. الله الصمد، این پروردگار تو بی نیاز است، هیچ حاجت ندارد. لم یلد و لم یولد، کسی را نزایید و از کسی هم زاییده هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، این پروردگار تو با این قدرت خدای تو هیچ قدرتی دنیا برابر شده نمیتواند. این صفت پروردگار ما. یا شریک آوردن مثل سنگ پرستی، مثل آفتاب پرستی، مثل ستاره پرستی، مثل درخت پرستی، اینها یکی از شرک های خیلی عظیمی هستند. امروز یک برادر در من سوال تعجیلی کرده است که تومار ردنامه در بند دست هست، چه حکم دارد؟ برادر عزیز، من صدها بار گفتم اگر توماری که در وی آیت قرآن نویسانده باشد در این عقیده اهل سنت و الجماعه است، باکی ندارد. لیکن بر شما باز میگویم اون ردنامه هایی که هستن، ردنامه هر سخن های بیهوده و بهوده بسیار دارند، ردنامه شد دور کردن در کار. و اینها ما و شما اعتقاد نکنیم، کرخط میکنیم. کرخطش چی است؟ میاییم برای دل شما، ما هم گناهکار میشویم. کرخط از اسلام نیست، توبه میکنیم، در گردن ها یک بند دیگر کشور اونا فایده ندارن. اینا گپی سخن کتاب، سخن خدا هستند. مرحمت اهل همین جمعیت ما نزد تمام داملاهای همین تاجیکستان دور گردیم و نام او را در کاغذ نزد من روان که کنی کدام همونها و شما فتوا میدهد که شما توبه کنید، شما کرخط کنید. هیچ کدام اونها به شما این فتوا را نمیدهد. اونها میدونند. یا این سنگ پرستی مثل همین موره چشمی، موره های چشمی که شما در بند دست های کودکان میکنین، در گهواره ها میبندین برای چشم، اینا چشم راه نمیگیرند. العین حق، چشم تاثیر دارد لیکن موره چشمی وای نمیگرداند. یک برادر بر من خبر داد که در مسجد جامع دوشنبه همون خارهای کلانی که هست در نزد دروازه مسجد زدگی است. برای چشم به دست داملای وای میگد بیچاره وای کور است، او داملا نیست، وای جاهل است، وای شرکی در خدا کرد از خود درک ندارد. چشم چی میگرداند؟ شما سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس و خوانید، در دست ها دم کنید، در تمام بدن شکید، انشاءالله شما را هیچ چشم دیگر دیرا نمیکنه. این خرافات ها را ترک کنید. بیزار شدیم باور کنید، مانده شدیم. بی نهایت خرافات های کلان است. یک برادر یک شب در اینجا در حضور همین ها ساعت 10 شب است، در یک مشروطه پر از آدم بیچاره خواب دارن، مانده شدن. کجا می روین؟
حضرت سلطان می رویم. این جان هم به شما حق دارد، این اعضاها هم به شما حق دارد. اون گوسفندی که در اون نزد اون بزرگوار کسی میکشد به نام بزرگوار وای حرام است، وای حلال نیست. اون گوسفندی که شما اونجا میبرین، اون قدر بنزینی که در اونجا صرف میکنین، اگر مقصد تان ثواب باشد در مسجدها و در طالب علما و در همسایه ها صرف کنین، اونجا ثواب میگیرین. اگر اراده ثواب باشد، لیکن اراده استراحت باشد، مرحمت رفته استراحت تان کردن گیرید. رسول اکرم گفتن یکم چیزی که روز قیامت شما را نجات میدهد این چی است؟ این به خدا شریک نیارید، شرک در خدا نکنید. دوم چی گفتن؟ و تقیم الصلات. ای اعرابی، ای کوهستانی، دوم وظیفه تو این است که 5 وقت نماز ادا کن. نگو من در کار مشغول هستم، نگوی که من وابسته مصیبت هستم، نگوی که من بیمار هستم. در همه حالت در گردن تو نماز فرض است. 5 وقت نماز ادا کن. و تؤتی الزکات المفروضه. سیوم عملی که تو را گفت ای کوهستانی، پیغمبر گفتن وارد جنت میکند این مالدار باشی، از مالت زکات بده. و تصوم رمضان. 4م عملی که تو را وارد جنت میکند این از ماه مبارک رمضان روزه بدار. قال والله لا ازید علی هذا. کوهستانی عجیب گپ گفتن پیغمبر خدا انجام دادی تمام، با شریک نیاوردن خداوند، با 5 وقت نماز، با دادن زکات، با روزه گرفتن من وارد جنت میشوم؟ پیغمبر گفتن بله وارد جنت میشوی. او قسم به خدا که از این 4 عمل دیگر عمل نمیکنم. فلما ولا، راوی حدیث میگوید وقتی این کوهستانی پشت گردانید و از مسجد بیرون شد، پیغمبر چی گفت؟ من سره ان ینظر الی رجل من اهل الجنه فلینظر الی هذا. ای صحابه های من گفتن کدام شما اگر بخواهید که مردک جنتی را ببینید، رفته انهمی را زیارت کرد که این جنتی است. این مرد که الحال از مسجد ما بیرون شد و این وظیفه ها را برای خود ابدی گردانید، رفته زیارت کنید که این مرد جنتی هست. در برابر او کدام از ما و شما هم این عملهای اون مرد کوهستانی را اگر انجام دهیم، انشاءالله ما و شما هم چی میشیم؟ از اهل جنت میشیم. لیکن نماز چگونه باشد؟ نگاه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار مسجد در آمدن، نگاه کردن یک مرد نماز میخواند لکن با ریش خود بازی دارد، با بدن خود بازی دارد. رسول الله نظر کردن، ناخوش شدن، گفتن لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. اگر گفت همین مرد گفت از خدا میترسید، همه اعضاهای ای از خدا میترسید. لیکن این مادام در نماز بازی دارد، در نماز بے پروا که هست، این گفت این مرد از خدا نمیترسد. نمازهای ما و شما باید که چنان نماز باشد که آرامش داشته باشد، رکوعهای دراز داشته باشد، سجده های دراز داشته باشد. این نماز در نزد خدا قبول است. بخاری روایت میکند در صحیح بخاری از حذیفه ابن یمان، میگوید که همین حضرت حذیفه ابن یمان رأى رجلا یصلی ولا یتم رکوع الصلاة ولا سجودها. میگوید همین حذیفه باری میگوید نگاه کرد که یک مرد نماز میخواند مثل نمازخوانی های ما و شما واری، رکوع تیز دارد، سجده تیز دارد، بی نهایت تیز نماز میخواند. حضرت حذیفه که صحابه پیغمبر بود گفتن این مرد گفتن نزد من بیا. وقتی نماز تمام کرد گفت
Выбирайте лодки и катера из десятков тысяч вариантов в приложении Авито. Скачайте приложение Авито. منذ كم سنة تصلي هذه الصلاة این نمازی که الحال تو خواندی چند سال شد که همین خیل نماز میخوانی؟ قال منذ 40 سنة گفتن حضرت حذیفه من 40 سال شد که انا همین گونه نماز میخوانم. حضرت حذیفه چی گفتن؟ ما صلیت منذ 40 سنة شیئا. ای برادر گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد علیه السلام. اگر گو با همین احوالی که تو نماز خواندی، اگر با این گونه حالت از دنیا میگذشتی، تو حتی که در ملت محمد نبودی صلی الله علیه وسلم. این نماز گو نماز نیست. نماز این عبادتی هست که بخاری میگوید یناجی ربه. در داخل نماز وقتی انسان میایستد همچنان تصور کند که پروردگارش را مناجات دارد، پروردگار با او متوجه می شود، نماز او را تماشا می کند. یکی از اصحاب پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید یک شب میگد مسجد در آمدم، نگاه کردم پیغمبر خدا نماز میخوان، شوقم آمد، ذوقم آمد، هوس کردم از پس نماز، از پس رسول اکرم نماز خوانم. آمدم نیت کردم، نگاه کردم که رسول اکرم سوره بقره را آغاز کرد. میدونیم بقره 286 آیت است و رسول اکرم قرآن را با ترتیل و با تجوید میخواندند، با بسیار شیرین میخواندند و ملایم میخواندند، آهسته میخواندند. میگوید این صحابه میگوید وقتی که خواند 100 آیت بقره را خواند، فکر کردم که الحال پیغمبر رکوع میکنه، نگاه کردم که دوام داد، 200 آیت خواند از بقره. خواستم الحال رکوع میکند، باز پیغمبر خدا دوام داد، بقره را انجام داد، 3 بار گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. پیغمبر گفتند باز فکر کردم صحابه میگوید که الحال رکوع میکند، رسول اکرم میگوید در آل عمران در آمدن، سوره آل عمران در آمدن. آل عمران 200 آیت است. رسول اکرم میگوید وقتی این 100 آیت خواند، صحابه میگوید که من مانده شدم، نماز سلام دادم، از نماز بیرون شدم. لیکن رسول اکرم نظر کردم آل عمران خواند 200 آیت، بعد آل عمران باز گفت اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. در سوره مائده در آمد. سوره مائده 120 آیت است. حضرت 120 آیت میگه خواندن، بعد در رکوع رفتن. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم و بحمدی. Запнует Абай день рождения Акылай. Ей пошел 4-й год. Значит, нужен перевод. Денька домой делай. Сложно нашему Абаю. Ничего не понимаю. А в короне золотой есть язык и твой, и мой. Отправляйте денежные переводы в приложение «Золотая корона». Теперь и на своем языке. Отправлен! و هر گونه تسبیحات میگوید پیغمبر خدا دراز رکوع کردند، باز راست شدند، باز در سجده رفتند، چه تسبیحات زیادی گفتند، از جای خود خیستند، میگوید باز دوام دادند، از دوام قرآن باز گرفتند، سوره انعام سر کردند. رسول اکرم میگوید این سوره انعام هم خواندند. در 2 رکعت نماز این صحابه میگوید پیغمبر 5 پاره قرآن خواندند، 5 پاره قرآن. وقتی میگن نگاه میکردم پایهای پیغمبر ورم کرده بود، زانو ها مثل زانو های شتر ورم کردگی بود. وقتی میگه از رسول اکرم پرسان کردیم پیغمبر این قدر مشقت تو حس نمیکنی؟ رسول اکرم میگو وقتی که در دل انسان نماز لذت میبخشد دیگر مشقت به یاد او نمیزنه. انسان دیگر تصور نمیکند که من در نماز هستم. وقتی که لذت نماز، لذت عبادت خدا در دل او جایگیر میشود.
این است نماز، این است ترتیب نماز. باید ما این گونه البته نماز خوانیم. حضرت عروه رضی الله عنه را حکایه میکنند، خدا رحمت و مغفرتشان کنند. حضرت عروه فرزند زبیر بودند. زبیر این داماد ابوبکر صدیق بود، شوهر اسماء بودند. اسماء این دختر ابوبکر صدیق بود. عروه که فرزند اینها بود. راوی میگوید که حضرت عروه با بیماری سرطان ساق، یعنی رگ میگویم ما و شما، در همین ساق عروه کسل رگ پیدا شد. تمام طبیب ها را فریاد زدند، گفتند میلش ما طبابت میکنیم، کار مشکلی نی، لیکن فقط این ساق را بریدن در کار. حضرت عروه تیار شدن، گفتند من راضی هستم، اینقدر درد و غم و اینقدر سوزان که در پای من است، میلش گفتند جدا کن، شاید که حال من سبک شود. حضرت عروه را گفتند به خانه ای که جراحی میکنیم به اون خانه میرویم. آمدن در یک خانه میگه در آمدن و این طبیب ها پیشنهاد کردند که الحال عروه برای آنی که ما پای تو را از ساق جدا کنیم باید که مواد مخدر استفاده کنیم تا که تو عقل خود گم میکنی، تو بیهوش میشوی و ما پای تو را میبریم. چگونه ای که در ما و شما نرکاس میدهند که دیگر اگر تمام اعضای ما و شما را پاره کنند دیگر ما عقل و هوش خود گم کردگی هستیم، دیگر ما و شما درک نمیابیم. حضرت عروه را مواد مخدر پیشنهاد کردند. حضرت عروه گفتند شما میدونین این طبیب ها که مواد مخدر عقل آدم دور میکنند؟ گفتم بله میدونید. گفتم من نمیخواهم که یک لحظه عقل من دور شود، من از یاد خدا غافل شوم. یک لحظه نمیخواهم که یک لحظه از خدای خود جدا باشم. گفتن آخه این کار مشکل است، بقدر عذاب و مشقت بالای تو می آید. حضرت عروه گفتن این مشکل نیست. وقتی من در نماز می ایستم، وقتی من در التحیات لله و الصلوات و الطیبات که رسیدم، شما جمع حالت در حالت خود نیستم. التحیات خواندن رسید، کارد خود کردن، اسبابهای خود قدیس. ما و شما در 2 دقیقه و 3 دقیقه نماز نمی خواندن. یک مسئله دیگر فراموش نکنیم. اذا اما احدکم النار فإن فیهم الصغیر والکبیر. و پیغمبر این امروز برای از پی هر یک گران نه مرا تا چی نیتی بزرگ صداقت اینها در روز قیامت گواهی میدهند. حضرت عروه میگوید با یک چشمه های همون نرگسین خود میگوید بر همون پای بریده شده نگاه میکرد. چند سال این در وجود حضرت عروه چسبیده بود و خدمت اسلام میکرد. نگاه کرد میگوید من آگاه تشنگی حضرت عروه را غلبه کرد و میگوید فریاد زد. فرزند 2 فرزند داشت، میگه یک فرزند خردی داشت، یک فرزند کلان داشت. فریاد زد فرزند کلانی خدا، هیچ صدایی نمی آمد. حضرت گفتن این نلیل. من گفتم بار اول است که فرزند خدا فریاد میزنم، فرزند من и покупаю то, о чем мечтал. Бесплатно доставим товар с пункта выдачи до дома. Авито. Здесь решают люди. لبی نمیگوید. چه حادثه شده باشد کنی بیرون در حالت میگه دویده آمدن. گفتند عروه گفتند الحال ما فرزند کلانی تو بالای بام برآمد
برای چیکاری خانه زد و جان به حق تسلیم کرد. دو مصیبت بالای حضرت عروه، این جانب پای بریده شده، این جانب فرزند کلان از دست داده شده. حضرت چی گفتن؟ گفتن پروردگارا، با این فرزند خورده که به من باقی است و با این یک پایی که در من است، هزارها شکر بسوی تو. هزارها شکر که یک پای سالم دارم و یک فرزند زنده دیگر دارم و هزارها شکر بسوی الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الذي يكذب بدين فذلك الذي يدعو اليتيم وما أوضعنا طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمرد موجود السلام عليه وسلم كيف تشتغل من مخرجنا ذكر زوجنا سيد في القبر رحمة الله إله إلا الله محمد خذ يخلقنا خذ يخش الله وقدر عن خذ يخش الله ترى كان رب الشيخ شغل رحمة الله إله إلا الله تبارك الله خذ يخش